السلام علیکم داملای عزیز. حاجی میرزا، آیا می تواند در حالت بیماری مرد زن زیر ناف او را تراشد؟ یعنی اگر مرد بیمار باشد، برادر سوال کرده است آیا می تواند که زن او زیر ناف او را تراشد؟ در حالت صحتی هم که اگر تراشد ضلالی ندارد. چه در حالت بیماری چه در حالت صحتی، این حساب یک وظیفه زنک است. این چه یگان جای زلالش نیست. اگر کند خوش به حالش، اگر گپی مرد قبول کند، مرد به او فرمایش کند که زیر ناف مرا تازه کن، مثال قدرت ندارم، قوت ندارم، و همان زن میگیرد مثال همان چیزی تازه کننده رو تازه میکند، خوش به حال همان زن که این عمل اجرا میکند. زیرا این یکی از وظیفه های زن است. بغیر زن دیگر هیچ کس جایز نمیشود وقتی اگر زن در خانه باشد. دوره های پیغمبر خدا بود میگد یک اعرابی آمدن، این در باب معجزات پیغمبر میگذرد. یک اعرابی آمدن، یک بادیه نشین، یک صحرا نشین. گفتن پیغمبر خدا تو هستی؟ گفتن بله من هستم. گفتن من میخواهم به تو ایمان بیارم، لکن فقط یک معجزه تو را میخواهم که به چشم بینم. معجزه گفته یک عملی را پیغمبر انجام میدهد که امتهای او از کردن او عاجز هستند، هر آدم وی نمیتواند کرده. گفتن چی معجزه میخواهی؟ گفت همان درختی که رو پروی ما هست همونا گفت دعوت کن نزد تو بیاید و نزد تو تعظیم کند، به تو سلام دهد، باز رفته در همان جا و مکان خود جایگیر شود. یک درخت کلان با ریشه های مستحکم در زمین سخت کردگی. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند میلش گفتند رو با همان درخت سلام بگو و بگو پیغمبر خدا ترا دعوت دارد که به نزد من بیا. وقتی این بادیه نشین میگه این صحرا نشین نزد درخت رفت، با درخت سلام داد و گفت پیغمبر خدا ترا خیرات دارد، میگوید همین درخت در یک حرکت در آمدن. ریشه ها میگه قبد ریشه ها کنده میشید و مثل آدم میگه قدم زنان میگه نزد پیغمبر خدا آمدن و سلام دادن به پیغمبر خدا و پیغمبر خدا را احترامانه تعظیم کردند و رسول اکرم گفتند برگرد و در جای خود داخل شو. میگوید این درخت حتی پشت به پیغمبر نگردانید، باز به همان روی خود رفته میگه در داخل همان جای مکان خود میگه جایگیر شد. این اعرابی این بادیه نشین میگه وقتی این حالت دید پیغمبر خدا را گفت اجازت نمیدهی که من ترا تعظیم کنم؟ چگونه ای که پادشاهای پیش از اسلام همان نوکرا و همان خدمتگارهاش در پیش پای همون پادشاه میغلطیدن، سجده میکردن. گفت اجازت نمیدهی پیغمبر که پیش پای تو من غلطیده و ایمان بیارم. پیغمبر خدا چی گفتن؟ لو كنت آمرا احدا بذلك لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. پیغمبر خدا چی گفتن؟ اگر گفتن برادر عزیز، گفتن فرزند عزیز، آدم را اگر سجده کردن جایز میشد، هر آینه امر میکردم از جهت بزرگی شوهر این که زنها شوهرها را تعظیم کنند. اگر سجده کردن آدم درست میشد، این طایفه زنها را من امر میکردم که مردها را سجده کنند تعظیما لحقه، زیرا اینها عظمت و بزرگی زیاد در نزد خدا دارند. لیکن میدانم که یک دردی خیلی دردی که قرار ندارند، برای که زنهای ما و شما از قرآن و حدیث دور شدند. اگر زنهای ما و شما مثل شما موعظه میشنیدند، در گوش اونها صدای قرآن و صدای احادیث های پیغمبر خدا صدا میداد، هر آینه امروز مردها در نزد زنها به قدر نمیشیدند.
همه این سببش همین است و دعوای اینم قرآن و حدیث است که یگانه میتواند که زنهای ما و شما را اصلاح کند، میتواند که زنهای ما و شما را تربیه کند و ما و شما در زینه بلندترین قرار گیریم. برای چی که زنهای صحابه پیغمبر خدا میگد وقتی که صحابه خانه میدر آمد، یعنی مرد بدن، همونا مثل ما و شما بدن، یگان اعضای زیادی نداشتن. وقتی خانه میگه که وارد میشدن، عائلش میگه دویده بیرون میبرامد. اول میگه از پشت دست همون مرد بوسه میکرد و میگه مثل که چگونه که یک مهمانی که در 10 سال و 20 سال یک بار خانه شما میآید، مثل مهمان میگه قبولش میکرد. برده میگه در خانه میشینان، در یک ظرف میگه آبی گرم میآورد. اون وقتا آبی گرم کردن کاری آسان نبود. این هیزم های فراوان و این گاز و این آبای فراوان اون زمان نبود. با این قدر مشقت میگه آب گرم میکرد، میآورد پایهای مرد در داخل آب میگذاشت. بهر چی؟ زیرا که تو امروز کار کردی، پایهای تو مانده شده است و این آب گرم درد پای تو را دور میکند. این احترام بین. اونا این خیلی احترام کردن که وارد جنت شدن. ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه، رواه ترمذی. پیغمبر خدا چی گفتن؟ کدام زنی که از دنیا مرد، گذشت از دنیا رفت، شوهرش از او راضی باشد، دخلت الجنه، وای وارد جنت است. خوش به حال همون زنی که خدمت شوهر میکند، خوش به حال همون زنی که دعای شوهر میگیرد و البته وارد جنت میشود.